درباره شعر زمان استقلالیت چی اندیشه دارید؟ همه درباره چند شعر خوندم که درباره ساختمان ها گپ می رود، شعرهای بد نبودن میشن. مثلا حالا تراشیده و آبرازه نسبی دارن یکی میشن. مثلا درباره چند شعر درباره همان نقب‌های انزاب و شرشر و چهارمغزا که اینا خواندم میشن. و همچنین که از شعر امروزا بیشتر بوی چی میاد؟ بوی خودشناسی و بوی خودشناسی یا افتخار ملی همین میآید. شعری خوب است. مثلا افتخار ملی در افغانستان نیست، در ایران نیست. همین اگر چند شاعر گله میکند و دعوا میکند، این هنوز معنی ندارد که مردم همه افتخار ملی دارند. نیست همین چیز. چرا؟ چون که در همیشه که در این مردم همیشه که در استیلای اجنبی ها بودند، همیشه در استیلای اجنبی بودند. مثلا تا زمان شوروی، تا زمان سوویتی، تاجیکا کن. مثلا ایرانی ها هنوز هم در استیلای اجنبی هستند. همچنین افغان. و در اینا افتخار ملی نیست. در ادبیات کلاسیکی هم افتخار ملی نیست. در ادبیات کلاسیکی هم مثلا اولی فراموش نکنم، در ادبیات کلاسیکی که ما مثلا داریم عراقی، خراسانی، هند. در عراقی و خراسانیش ذره افتخار ملی نیست، ذره غرور ملی نیست، ذره خودشناسی نیست. این شعر حالا که گفتم صاف قلندری و درویشی و رندی است، ولی در سبک هندی هست. در سبک هندی حتی فراوان است. افتخار ملی، غرور ملی، خودشناسی و از خود بیدل تا به اقبال علمی شعر است. شعری که همین فخر ملی و غرور ملی و جسارت سرشار است. از همین چیزا سرشار است. برای مثلا گفت همه که نظری